аввалин кактусҳо тақрибан чанд сол пеш пайдо шуданд? савол бисёр саволи хуб аст ва фикрам ба шумоён писанд омад, лек вақте худи ман аввал ин саволро хондам, барои ман хело писанд омад, зеро ман низ намедонистам ки кактусҳо чанд сол пеш тақрибан ба пайдо шуда буданд дар рӯи замин ва ман худ дар ҷустуҷӯи ин савол гаштам ва ҳатман посухашро ёфтам ва барои шумоён ҳоло мегӯям, интизори ҷавоби шумоён ҳастам. азизон 92 644 55 33 саволро боз як бори дигар такрор мекунам. аввалин кактусҳо тақрибан чанд сол пеш пайдо шуданд? марҳамат, фаъол бошед. мегузарем ба инстаграм. салому алейкум, шом бахайр бошад. ва алейкум салом, бинандаи азиз мешунавем шуморо. ташаккур. کاکتوس‌ها تقریباً 1000 یا اینکه 1000 سال پیش پیدا شدند. 1500 سال پیش همین طور؟ 1000 یا اینکه خب بیننده عزیز از کجا با ما زنگ میزنید؟ از جماعت خیسته‌ورز. از جماعت خیسته‌ورز. نامتان چی است؟ مهلیا. مهلیا بانو، تشکر زیاد برای زنگتان خواهر عزیز، ولی متاسفانه جواب شما درست است. سپاس میگوییم برای زنگ. خب اینجا با ما سپهرچیک میگویند 1863. متاسفانه جواب شما درست است. بیننده گرامی عبدالرحیم سلام میگویند و علیکم سلام، شما بخیر باشد. عزیزان فعال باشید. سوال با فکرم با شما فهم بود. مرحمت. اگر زنگ باشد قبول میکنیم. سلام علیکم. شما بخیر باشد. بیننده عزیز میشنویم شما رو. السلام علیکم. و علیکم سلام. جواب من تقریباً از 13 و 14 وقتی که پوستینی ها آماده بود. نه بیننده عزیز سالش رو نمیگویم، میگویم تقریباً چند سال پیشتر. تقریباً 1000 1500 سال پیشتر. همین طور؟ همین طور. متاسفانه جواب شما درست است. تشکر زیاد برای زنگتان. عزیزان سوال رو باز یک بار دیگر تکرار میکنم. سالش رو نمیگویم، یعنی قطری سال رو من میگویم اولین کاکتوس ها تقریبا چند سال پیش، یعنی چند سال سپری شده است از آنی که کاکتوس ها در روی زمین پیدا شدند. مرحمت. خیلی فعال باشید. انتظار جواب شما هستیم. عزیزان فعالی هر کدام شما رو منتظم انتظار میشویم. واریانت پیشنهاد کنید میگویند. متاسفانه کمی کوشش کنید بیننده عزیز. سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام، شما بخیر باشد. شما بخیر شادی باشد. تشکر زیاد از این شما نیست. الو. میشنویم شما را. جواب من همین که برای من بیاد 430 سال پیش تخمینا. 430 سال پیش. همین طور؟ 430 میلیون سال پیش. از کجا با ما زنگ میزنید؟ الو. میشنویم شما را. از کجا با ما زنگ میزنید؟ از شهر خوجان. تشکر زیاد برای زنگتان، ولی متاسفانه جواب شما درست است بیننده عزیز. خب 90-95 میلیون سال پیش میگویند دیلخون 78.05. دیلخون بسیار بالا رفتید. کمی پایانتر میفرمایید، جوابتان درست میفرماید. خب عزیزان مرحمت، فعالی شمایان رو انتظار هستیم. 92 644 55 33. سلام علیکم. سلام علیکم. شما بخیر باشد. میشنویم شما رو. سلام علیکم. 50 میلیون سال پیش. 50 میلیون سال پیش. همین طور؟ همین طور. جوابتان رو عوض نمیکنید؟ نه. جواب آخرین شما. همین. از کجا با ما زنگ میزنید؟ از شهر خوجان. از شهر خوجان. نامتان چی است؟ نامم پرویز. پرویز. تشکر زیاد میگویم برای زنگ، ولی متاسفانه جواب شما درست است. بسیار نزدیک بودید بیننده عزیز. ولی دیلخان 78.05 با ما پاسخ درست دادید. تشکر زیاد. سپهرچیک با ما میگویند 70-80 سال پیش. متاسفانه جواب شما درست است بیننده گرامی. خب عزیزان باز یک بار دیگر سوال رو تکرار میکنم. اولین کاکتوس ها تقریبا چند سال پیش در روی زمین پیدا شدند؟ مرحمت. به فکرم سوال دشوار نیست. فرصت خیلی کوتاه است. عزیزان فعال باشید.
1150 سال پیش میگویند عبدالرحیمов متاسفانه جوابشون نادرست است بیننده گرامی. خب فکر میکنم عزیزان بسیار یک سوال دشوار نیست، گویم هم خطا نمیکنیم، آسان هم نیست. به فکرم آن نفرانی که بسیارتر فن بیولوژی را دوست میدارند میدانند، آنهایی که با گل و درختان بسیار کار میکنند حتما جواب سوال ما را به فکرم میدانند. سلام علیکم. خب تماشابینان ارجمند مرحمت، انتظاری زنگ‌های شمایان پیامک‌های شمایان هستیم. فعال باشید. 92 644 55 33. چون ما میدانیم کاکتوس خود برای انسان بسیار فایده دارد، هم برای سلامتی آدمان را همچون دارو استعمال میکنند، خودش را با چیها میخته کرده به طعام، حتی در کدام دولت‌ها آن را استفاده میبرند. به فکر شما چند سال پیش کاکتوس برای زمین پیدا شده است؟ سلام علیکم. و علیکم سلام. چند سال؟ 45 سال پیش؟ بله. متاسفانه جواب شما نادرست است بیننده عزیز. تشکر زیاد برای زنگ. بسیار دور رفتید گویم. خب 80 میلیون سال میگوین ابراهیم زویدов. متاسفانه 80 میلیون سال نه. عزیزان مرحمت فعال باشید. اینجا زنگ است قبول میکنیم. سلام علیکم. الو، السلام علیکم. و علیکم سلام، شما بخیر باشد. شمایان. تشکر. به فکر من 5000 سال پیش. 5000 سال پیش همینطور؟ متاسفانه جواب شما نادرست است مادری عزیز. تشکر زیاد برای زنگ. اون نفرانی که طریق اینستاگرام با ما جواب درست میدهند سپاس میگوییم. البته چند نفر با ما جواب درست دادن ولی متاسفانه طریق زنگ تلفنی جواب درست رو ما پیدا نکرده استودیم. اینجا عبدالرحیمов میگویند 600 سال پیش. متاسفانه عبدالرحیمov جواب شما نادرست است. سلام علیکم، شما بخیر باشد. و علیکم سلام، مرحمت. جواب شما رو انتظار هستیم. تشکر. 40 میلیون سال پیش. چند؟ 40 میلیون سال پیش همینطور؟ متاسفانه جواب شما نادرست است. تشکر زیاد برای زنگتان. سپاس میگویم بیننده عزیز برای زنگتان. مرحمت بینندگان گرامی فعال باشید. ولی بیننده عزیز ما بسیار نزدیک بودن، از همه نزدیکتر همین نفری که آخران به ما زنگ زدن همین نفر بودن. خب اینجا دیگر زنگ است قبول میکنیم. سلام علیکم. میشنویم شما رو بیننده عزیز. سلام علیکم. و علیکم سلام. شما بخیر. تشکر زیاد از آن شما نیست. 6 سال پیش میمون. 6 سال پیش؟ بله. متاسفانه بیننده عزیز جواب شما کاملا نادرست است. سپاس برای زنگ میگیم. خب عزیزان فعال باشید، فرصت خیلی کوتاه هست. اینجا چند نفر با ما پیامک ها ارسال کرده شدن. 8-9 سال میگویند. سالنشکا متاسفانه جواب شما نادرست است. زنگ دیگر را قبول میکنیم. سلام علیکم. سلام. شما بخیر باشد. شما بخیر. به همه دوستان نیست. به گمان من این 35 میلیون سال. خب از کجا به ما زنگ میزنید؟ از شهر خودجان فرزانه هستم. فرزانه، تشکر زیاد برای زنگتان. جوابتان درست است. غالبیت مبارک باشد. سپاسگزارم. خب به کی سلام و پیام میرسونید؟ سلام به همه کارمندان تلویزیونی تنیز، با آنهایی که زحمت میکشند برای تماشابینان، به شما، به اهل و عائله‌مان، به پیوندان و دوستانم. تشکر زیاد. سلامت باشید خواهری عزیز. باز یک بار دیگر برایتان غالبیت مبارک باشد. جهانی سپاس میگوییم. خب عزیزان میگذاریم به بخش نوبتی برنامه که آن نام دارد موسیقی را دریاب. خب عزیزان مرحمت، بخش نوبتی را نیز آغاز کردیم و از کارگردان خواهش میکنیم که همان موسیقی را که برای شمایان آماده کردیم برای اکران های شمایان گذارند تا اینکه هر کدام شمایان شنیده باشید. مرحمت.
خب عزیزان با فکرم علاقه مشتری همتون میخواد چی از وجود نقطه شما زنگ زند. تشکری زیاد مشتری محترم برای زنگتان سولنشکا میگویند و ما صدرالدین متاسفانه جوابش منو درست است سرود از صدرالدین نیست خب عزیزان خب سپهرچیک با ما پاسخی درست دادید برایتان حال بیاد مبارک باشد سلام علیکم شما بخیر باشد شما بخیر باشید. تشکر زیاد به شما نیست من شهود ایرانی آندی خونه گفتم. اندی خونده هستم اینطور آندی از کجا با ما زنگ میزنید از که هیدر اسمه افوال هستم. خب نامتان چی است افوال. خب جواب خود رو عوض نمیکنید نه من آندی گفتم. غالبیت مبارک باشد مرحمت سرود را میشنویم خب بیننده عزیز شما رو باز یک بار دیگر تبریک میکنیم غالبیت برایتان مبارک باشد سپاس برای زنگ علاقه تلفنی خود رو خاموش کردن هیچ باکی نیست مرحمت میگذاریم به سرود دوم خب عزیزان سرود به شما شناس بود علاقه به فکرم چون این سرود رو بسیاری نفران گوش کردن من باوری دارم بسیار میابید جواب سرود رو مرحمت انتظاری جوابی هر کدومش میان هستیم فعال باشید خب اینجا زنگ است علاقه قبول میکنیم سلام علیکم شما بخیر باشد درود از فرحمان کریمی. سرود از فرحمان کریموف کدام سرود زنگوله عشق. خب نامتان چی است الفیده. بخوجه خب غالبیت برایتون مبارک باشد مرحمت سرود رو میشنویم زنگولم میزند زن دریاد عشقی آوان در پرده صدایش فریاد عشقی آوان مکتب روی ما بود به خاطری محبت خب به هر کدام شمایان یک جهان عرضی سپاس میگویم عزیزان که این بخش را بسیار زود به انجام رسانیدیم بسیار این شام فعال بودید به هر کدام شمایان تشکر زیاد برای آن نفرانی که در اینستاگرام به ما پیامک میفرستند سپهرچیک عبدالرحیموف دیلخان سولنشکا ابراهیم زویدوف باز نفرانی دیگر به هر یک شمایان تشکر زیاد برای پیامک هایتان عزیزان خب مرحمت میگذاریم به بخش نوبتی که آن نام دارد بخش 3 سوال خب عزیزان اولین سوالی ما چنین است در پرچم کدام دولت رسمی کاکتوس اشاره شده است میدونید بسیار جالب است که آن همون محض دولت خود بسیار آن همون گلی کاکتوس رو دوست می‌دارند آن همون گلی خردار رو و در روی پرچم خود آن همون رسم رو کشیدند نشانه آن همون گلی کاکتوس در پرچمشون است و این پرچم کدام دولت می باشد مرحمت جواب شما رو انتظار هستیم باز یک بار دیگر یادآور می‌شویم که رقم برای تماس 92 644 55 33 و اینچنین پیامک‌های شمایان رو در اینستاگرام تورتنین انتظار هستیم مرحمت فعال باشید خب عزیزان مرحمت سوال به فکرم فهم بود خب زنگ است قبول میکنیم سلام علیکم شما بخیر باشد میشنویم شما رو شما هم بخیر باشد شما درست می‌نویسید تشکر زیاد میخواستم برایم پیشنهاد کنید برای هم پیشنهاد کنیم خودی حاضر سوال رو گفتیم کمی کوشش نمیکنید بیننده عزیز در افریقا در افریقا ها متاسفانه باز دیگر فکر دارید تشکر زیاد تلفنی خود رو خاموش کردن هیچ باکی نیست عزیزان بیایید بیاری من بکمکی من این شما خود نیست کمی فعال باشید مرحمت من باوری دارم که هر کدام شمایان به ما حتما جواب درست میدهید زنگ دیگر رو قبول میکنیم سلام علیکم شما بخیر باشد مرحمت میشنویم شما رو تشکر زیاد
برم تشنه خب بیننده عزیز خودی حاضر گفتم بیاید کمی کوشش میکنیم با هم میابیم. مرحمت جواب شما فکر شما چی است؟ خود چی فکر دارید؟ سری حرفش را گویم. خب میگویم برایتان با حرف ام آغاز می شود. میدونید؟ کجا؟ بخشش باز یک بار دیگر. بیننده عزیز آواز شما خیلی کاست آمده ایستاده است. اگر از تلویزیون خود کمی دورتر می رفتید بسیار خوب می شد اگر در نزدش باشید. میشنویم. از چی سبب باشد ما شما رو نفهمیده ایستاده ایم. خب تشکر زیاد برای زمین میگویم. عزیزان بسیار فعال باشید. مرحمت. دیلخان 7805 به ما پاسخی درست دادن. جمعزاده اف به ما پاسخی درست دادن. برایتان غالبیت مبارک باشد بینندگان گرامی. مرحمت زنگ دیگر را قبول میکنیم. سلام علیکم. شما بخیر باشد. تشکر زیاد. مرحمت جواب شما را این چیزا هستیم؟ مکزیک. خب شما این چیز را میدانستید یا حالا جستجو کرده و سپس دریافتید؟ میدانستید. همین طور جواب خود رو عوض نمیکنید؟ نامتان چی است؟ عبدالملک. برایتان غالبیت مبارک باشد. در حقیقت در پرچم مکزیک همون رسم کاکتوس اشاره شده است. به کی سلام میرسونید؟ میشنویم شما را. تشکر زیاد برای زنگ. عزیزان حالا فرصت برای بخش تجارتی رکلام آمده است. پس از آن باز برمیگردیم به برنامه شما. میتونین از موج ما دور نروید. باز یک بار دیگر سلام و درود به آن نفرانی که خودی حاضر به موج ما پیوست گردیدند. عزیزان برنامه شما تنین است مستقیما از تلویزیون تنین و اینک میگذاریم به سوال دیگری ما که سوال دومین ما چنین است. باز درباره گل کاکتوس. کاکتوس چند سال عمر میبیند؟ مرحمت. جواب شما را انتظار هستیم. امیدوار هستم که خیلی زود میابید. پاسخش زیرا نه آنقدر دشوار است. مرحمت. خب فعال باشد عزیزان. مرحمت. 92 644 55 33 و اینچنین پیامک‌های شما را در اینستاگرام تاورتنین حتما انتظار هستیم. عبدالرحیمов 7-8 سال میگویند. متاسفانه جواب شما درست است بیننده عزیز. خب اینجا زنگ است قبول میکنیم. سلام علیکم. میشنویم شما را. تشکر زیاد برای زنگ. تا آخری عمر کاکتوس هست میگویند. خب ولی کاکتوس خود چند سال عمر میبیند بیننده عزیز؟ اینجا 12 سال میگویند. متاسفانه 20-30 سال. جواب شما درست است دیلخان. خب کاکتوس چند سال عمر میبیند؟ مرحمت. فکر شما رو انتظار هستیم. زنگ دیگر رو قبول میکنیم. سلام علیکم. شما بخیر باشد بیننده عزیز. میشنویم شما رو. چند سال عمر میبیند؟ 15 سال. متاسفانه جواب شما درست است. تشکر زیاد برای زنگ. خب عزیزان فعال باشید. سالنشکا میگویند 100 سال. بسیار بالا رفته. جواب شما درست است. ابراهیم زویدов 3-4 سال. متاسفانه جواب شما درست است. خب 2-15 یا 10 سال. تلخون کدام وریانتتون رو انتخاب کنیم؟ خب اینجا 17 سال میگویند. متاسفانه 17 سال نه. سالنشکا 50 سال میگویند. متاسفانه دیلخون 7805 با ما پاسخی درست دادید. غالبیت مبارک باشد. خوب عزیزان مرحمت. فعالی هر کدام شما را انتظار هستیم. اینجا نیلا 1505 با ما پاسخی درست دادن. برایتان غالبیت مبارک باشد. سلام علیکم. السلام علیکم. شما بخیر باشد. جوابی من همین که تخمینا
تا سال عمر میبیند کاکتوس 100 سال همینطور. آه. تشکر زیاد، ولی متاسفانه جواب نادرست است. سپاس میگویم بیننده عزیز. مرحمت عزیزان فعال باشید. ابراهیم زویدов بسیار نزدیک هستید. سپهرچیک به ما میگویند 150 سال. متاسفانه 150 سال نبیننده عزیز. بسیار بالا رفتید. خب عزیزان، باز یک بار دیگر سوال رو تکرار میکنم. کاکتوس چند سال عمر میبیند؟ مرحمت. عمر کاکتوس چند سال است؟ سلام علیکم. شما بخیر باشد. مرحمت. 60 یا 70 سال میتوان؟ متاسفانه جواب شما نادرست است بیننده عزیز. تشکر زیاد. солнышко 30 سال میگویند. متاسفانه. خوب عزیزان 100 سال میگویند. متاسفانه 100 سال نه. عزیزان مرحمت فعال باشید. 92 644 55 33 انتظار زنگ‌های هر کدام شما هستیم. سلام علیکم. میشنویم شما رو بیننده عزیز. خب جواب شما رو انتظار هستیم. تشکر زیاد برای زنگ. سپاس. خب солнышко شاید 80 سال باشد. متاسفانه سپهرچیک 80 سال میگویند. момента море 38 سال. متاسفانه. بینندگان عزیز فعال باشید. فرصت خیلی کم مونده است برای برنامه شما میتونین. مرحمت انتظار جواب شمایان هستیم. سلام علیکم. شما بخیر باشد. وریانت پیشنهاد کنیم. کمی خود کوشش نمیکنید بیننده عزیز. اینجا بسیار وریانت هایی هستند و من به شما کمک میکنم. میگویم بسیار عمر نمیبیند. عمر زیادی ندارد. مرحمت فکر شما را انتظار هستیم. خود شما چی فکر دارید؟ از 90 پایان است. از 90 پایان؟ 75 باشه. نه 75 سال نه. 85. 85؟ آه. نه متاسفانه. تشکر زیاد برای زنگ. سپاس میگویم. 30 سال میگویند. متاسفانه ابراهیم زویدов 10 سال میگویند. خب تشکر زیاد ولی متاسفانه جواب شما نادرست است بیننده عزیز. خب عزیزان مرحمت. момента море 12 سال میگویند. عزیزان فعال باشید. بسیار سوال ساده است. کاکتوس بسیار خیلی عمر میبیند و عمری بسیار دراز نه. چون پیدایشش دراز نیست. خب مرحمت. 92 644 55 33. خب عزیزان مرحمت فعال باشید. فعالی هر کدامش من را انتظار هستیم. اینجا میگویند 10 سال. بسیار نزدیک. خب 15 سال. متاسفانه. مرحمت بیننده عزیز. اینجا زنگ است قبول میکنیم. سلام علیکم. شما بخیر باشید. شما هم. تشکر زیاد. من از 10 تا 40 سال عمر میبینم. از چند؟ از 10 تا 40. تا 40؟ تا 40 سال همینطور؟ بله. از کجا با ما زنگ میزنید؟ از کجا؟ نامتان چی است؟ نرگیزه. نرگیزه بانو شما بسیار نزدیک هستید. کمی وریانتتان را تغییر میدهید؟ از 10 تا 50. از 10 تا 50. غالبیت مبارک باشد برایتان. رحمت. به کی سلام میرسانید؟ به همه دوستانم، به همه که مرا میشناسن سلام خودم رو میرسونم. همیشه خوشبخت سلامت باشم. تشکر زیاد. بار دیگر برایتان غالبیت مبارک باشد بیننده عزیز. خب عزیزان البته که کاکتوس 10-50 سال عمر میبیند. میگذاریم به سوال دیگر. از همه کاکتوسی درازترین چند متر است؟ مرحمت به فکر شما کاکتوسی از همه درازترین چند متر است؟ زنگ است قبول میکنیم. سلام علیکم. شما بخیر باشد. سلام علیکم. و علیکم سلام.
ماملته خب میشنویم شما رو. کاکتوس 10 سال متاسفانه بیننده عزیز ما علاقه به سوال دیگر گذاشتیم. درازی کاکتوس چند متر است؟ میدانید؟ تشکر زیاد برای زنگ سپاسگزار هستیم. خب مرحمت عزیزان فعال باشید. اینجا میگن 185 متاسفانه. خب عزیزان مرحمت فعالی هر یکی شمایان رو انتظار هستیم. اینجا پیامک ها بسیار آمیخته شده ایستادند. نمیدونم بسیار نفرانی که با ما پیام ارسال کرده ایستادند پیامک های شمایان بسیار آمیخته هستند عزیزان. خب солнышко 20 متر میگویند. متاسفانه جوابش من درست است بیننده عزیز. کاکتوس چند متر درازی دارد؟ مرحمت. دیله خان 7805 با ما جوابی درست دادن. غالبیت مبارک باشد برایتان دیله خان. خب اینجا باز солнышко میگویند 4-5 متر. متاسفانه солнышко جوابش من درست است. خب عزیزان مرحمت فعال باشید. عبدالرحیمов 15 سانتی متر میگویند. متاسفانه 15 سانتی متر نه. سلام علیکم. میشنویم شما رو. کاکتوس 12 متر میشه. 12 متر؟ ها. متاسفانه جوابش من درست است بیننده عزیز. تشکر زیاد. солнышко شاید 18 باشد. متاسفانه منیژه 15 متر میگویند. 15 متر نبیننده عزیز جوابتان درست است. خب عزیزان مرحمت انتظاری جواب شما هستیم. جواب درستی شما البته مرحمت. به فکرم سوال دشوار نیست. سوال بسیار عادی است. کاکتوس چند متر درازی دارد؟ مرحمت. خوب فعال باشید عزیزان فعال باشید. به فکرم حال همه در سرگرمی فکر هستند. مرحمت بسیارتر فکر کنید و حتما به ما زنگ زنید. سلام علیکم. شما بخیر باشد بیننده عزیز میشنویم شما را. تشکر برای زنگ. خب عزیزان مرحمت فرصت خیلی کوتاه مانده است. مرحمت جواب درستی شما را ما انتظار هستیم. منیژه 20 متر میگویند. متاسفانه اینجا با ما یک ستاره هست در آنجا 15 میگویند. متاسفانه خب هم راست با ما پاسخی درست دادن. غالبیت مبارک باشد. солнышко 1 متر میگویند. متاسفانه جوابتان درست است بیننده عزیز. سلام علیکم شما بخیر باشد. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخیر باشد. تشکر زیاد. مرحبا جواب شما. جواب من 25 متر. 25 متر غالبیت مبارک باشد. از کجا به ما زنگ میزنید؟ از شهر خجان. نامتان چی است؟ ادیب خان. به کی سلام میرسونید؟ همه شهروندان. تشکر زیاد. غالبیت باز یک بار دیگر برایتان مبارک باشد. رحمت. سپاس میگوییم. خب عزیزان میگذاریم به بخش نوبتی برنامه که نام دارد عکس را شناسید. تشکر زیاد میگوییم برای هر کدام شما بینندگان گرامی و از کارگردان خواهش میکنیم که آن همون عکسی آماده شده رو روی اکران گذارند. خب مرحمت عزیزان به فکر شما این کدام منظر است؟ آرایشات کجا است؟ سلام علیکم. سلام علیکم. شما بخیر باشد. میشنویم شما را. کاکتوس کجا است؟ 4 متر درازی. کجا؟ 4 متر درازی. متاسفانه بیننده عزیز ما علاقه به بخش دیگر گذاشتیم. بخش عکس را شناسید. عکس را ندیدید؟ دیدیم. عکس را دیدید در روی اکران خود بیننده عزیز؟ خب از کارگردان خواهش میکنیم مراتب دیگر همون عکس را روی اکران گذارند. مرحمت.
نور پدری. خب بیننده عزیز، مرحمت جواب شما را انتظار هستیم. تشکر زیاد برای زنگ. خب منیژه خان اینجا ایتالیا رو میگویند متاسفانه آثارخانه نه، خانه خطایی، متاسفانه خانه خطایی نیست. خب عزیزان مرحمت به شما کمی کمک میکنم اگر فرصت باشد. خب اینجا زنگ است، سپس کمک میکنم. سلام علیکم. میشنویم شما رو بیننده عزیز. کینوی تیتانیک. از کینوی تیتانیک، از فیلم تیتانیک میده؟ بله. اگر گویم که جواب شما نادرست است روی افتاده میشوید. نه. نامتان چی است؟ میشنویم شما رو، نامتان چی است بیننده گرامی؟ جمشید. جمشید، غالبیت برایتان مبارک باشد. مرحمت عکس را میبینیم. خب با کی سلام میرسونید؟ برای بچه‌های تنگ خوجا. تشکر زیاد. باز یک بار دیگر برایتان غالبیت مبارک باشد. خب تشکر زیاد. در حقیقت این رسم از همون منظره فیلم بود که نام دارد تیتانیک. داخل کشتی تیتانیک می باشد. اینجا به ما منیژه مصر قدیم میگویند متاسفانه. خب از کارگردان خواهش میکنیم به عکس نوبتی میگذاریم. خب عزیزان مرحمت، اینجا علاقه زنگ است، قبول میکنیم. سلام علیکم. شما بخیر باشد بیننده عزیز، میشنویم شما رو. تشکر زیاد. خب اینجا با ما солнышко лодка میگویند، متاسفانه لودکا نیست. اسباب موسیقی میگویم منیژه، متاسفانه اسباب موسیقی نیست. خب سلام علیکم. وریان نداریم در این بخش. مرحمت جواب شما رو، فکر شما رو انتظار هستیم. مرحمت در عکس چی بود؟ فکر شما؟ تشکر زیاد برای زنگ، سپاس بیننده عزیز. خب اینجا با ما ابراهیم زایدوف ژورنال میگویم، متاسفانه ابراهیم به فکرم به ژورنال مانندی نداشت. خب مرحمت عزیزان، مرحمت فعال باشید، فعالتر باشید. فرصت خیلی کوتاه مونده است. مرحمت من میخوام که بسیار غالب باید شمایان برنامه رو با غالبیت به انجام رسونیم. سلام علیکم. شما بخیر باشد. تشکر زیاد برای زنگ. خوب با میخوان نمیگویم همین تماری، متاسفانه. بیاید عزیزان از کارگردان خواهش میکنیم من همون عکس رو مراتب دیگر گذارن تا اینکه شما باز خوب تر بینید. مرحمت عکس رو با هم تماشا میکنیم. بینندگان گرامی، به فکرم فهمیدید که در روی اکران های شمایان عکسی چی است. اینجا زنگ است، قبول میکنیم. سلام علیکم. میشنویم شما رو بیننده عزیز. خوب تشکر زیاد. اینجا به ما میگویند کتاب، متاسفانه کتاب نیست. سلام. خوب عزیزان مرحمت فعال باشید. آن چی است که در روی اکران های شمایان بود؟ عکسی چی است؟ کدام جهاز می باشد؟ مرحمت فکر کنید. اینجا زنگ دیگر است، قبول میکنیم. سلام علیکم. شما بخیر باشد.
رسمی پیانینو میباشد. کمی بلندتر بیننده عزیز. رسمی پیانینه. پیانینه همینطور. متاسفانه تشکر زیاد. Солнышко با ما акси скрипка میگویند. متاسفانه акси скрипка نیست. بینندگان گرامی فعال باشید. یک جهازی هست که تا زمانی ما به فکرم حالا نیست آن چیز. الکی رفته است از بین. یک چیزی می باشد که از فیلم گرفته شده است. بسیار به شما کمک کردم. زنگ دیگر را قبول میکنیم. سلام علیکم. میشنویم شما رو بیننده عزیز. شما بخیر باشد. و علیکم سلام. مرحبا جواب شما. چی است؟ باز یک بار دیگر. متاسفانه جواب شما نادرست است. قایق میگویند. متاسفانه دیپلمات. متاسفانه جواب شما نادرست است. بینندگان گرامی عزیزان فرصت خیلی کوتاه مونده است. پس از چند دقیقه های دیگر برنامه رو به آخر میرسونیم. مرحمت بسیار فعال باشید. خوب اینجا زنگ است. عزیزان فکر کنید. سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. کتابی دیریزور تشکیل. متاسفانه بیننده عزیز. متاسفانه. تشکر زیاد. دیگر وریانت دارید؟ به فکرتان باز چی است؟ فکر؟ چی است؟ پیانینو میاد. متاسفانه پیانینو نیست. مرحمت فکر میکنیم. خب دریافتید؟ باز وریانت دیگر دارید؟ تشکر زیاد برای زنگ سپاس. خب بینندگان عزیز فرصت خیلی کوتاه است. مرحمت فعال باشید. فکر کنید که در عکس چی است که حالا در زمان ما اون چیز نیست. الکی از بین رفته است و محض همین عکس رو ما از فیلم گرفتیم. مرحمت. خب فکر کنید. مرحمت عزیزان. سلام علیکم. شما بخیر باشد. چی است در اسم؟ ایونیکا همینطور. متاسفانه جواب شما نادرست است بیننده عزیز. دیگر وریانت دارید؟ تشکر زیاد. خوب عزیزان مرحمت فکر کنید. من گفته ایستادم از فیلم گرفته شده است و تا زمانی ما اون چیز نآمده است الکی. مرحمت فکر شما را انتظار هستم عزیزان. مرحمت دقیقه دیگر مانده است تا فرجام برنامه. سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. شما بخیر باشید. رحمت شما بیان. سپاس. خواهر جان من حاضر تلویزیون در گروندم سوالاتونو نفهمیدم. صورت نشان چیز من بیان. خب حتما مرحمت از کارگردان خواهش میکنیم مراتب دیگر نمون عکس را گذارن. متاسفانه ما وریانت در این بخش پیشنهاد کرده نمیتوانیم. مرحمت در عکس چی را دیدید؟ سوال چی؟ سوال نداریم بیننده عزیز. مرحمت در عکس چی است؟ رسم چی تصویر شده است؟ اینجا چه کن؟ خوب دو خیلی چه های هستش وقتی آدم دستش رو میکپد هستش آدم وقتی میکپد آدم با اون چی کار میکند؟ من خرابه میکسه ایترم. چی کار میکند؟ خرابه میکسه ایترم. من فندم ایزید بکشه و آسیای چربینی و دستی میکشگی. متاسفانه ولی این چیزی دیگر دارید؟
تشکری زیاد بیننده عزیزی ما بسیار یک لحظه خوبه برای ما هدیه کردن طبیعه همگان را بالیده ساختن ولی متاسفانه جواب آن کس نادرست بود تشکری زیاد ولی من به شما میگویم که بیننده عزیز شما بسیار نزدیک بودید در وریانت یکمی خود بسیار نزدیک بودید پیرو میگویند متاسفانه پیرو نیست سلام علیکم شما بخیر باشد مرحمت بیننده عزیز میشنویم شما را تشکری زیاد کمال و نیزه همینطور از کجا به ما زنگ میزنید از جماعت خدمت نامتون شهنازه شهنازه بانو جوابش منو درست است تشکری زیاد برای زنگتون سپاس میگویم کمال و نیزه متاسفانه بینندگان عزیز جوابش منو درست آمده ایستاده است خوب آسیا بانو نفری اولینه که به ما پاسخی درست دادن برایتان غالبیت مبارک باشد مرحمت با زنگ رو انتظار میشیم علاقه فرصتی ما با انجام رسید عزیزان مرحمت زنگ آخرین رو انتظار هستیم خوب فعال باشد آسیا بانو به ما پاسخی درست دادند عبدالرحیم قولین میگویند متاسفانه سلام علیکم تغاری چوبین متاسفانه تغاره چوبین نیست دیون وریانتش هم برنه خوب مرحمت خیالی محمد تابوت صابون تابوت متاسفانه جوابش منو درست است من اینجا جواز میگویم متاسفانه عزیزان اینجا فرصتی که برای برنامه شما میتونین جدا گشته بود با انجام رسید و نفری به ما جواب دادن نتوانستند یگانه این شامینه غالبی برنامه ما آسیا بانو میباشند که آن نفر به ما گفتند انا همان یک چوبی که از فیلم گاری پاتر گرفته شده است انا همان خود میگویند волшебная палочка جوابی درست انا همین بود مرحمت عکس رو از کارگردان خواهش میکنیم برای آسیا بانو روی اکران گذارند آسیا بانو برای شما باز یک بار دیگر غالبیت مبارک باشد سپاس میگویم که با ما هستید پیامک‌های خود را با ما ارسال میکنید مراتب دیگر به شما غالبیت مبارک باشد بیننده عزیز عزیزان اینجا فرصتی برنامه شما میتونید به انجام رسید در اینجا با هر کدام شمایان خداحافظی مینماییم تا شما آینده تنزیت و سربلند خانه آباد باشید و همیشه با تب و نیروی بالیده باشید خیر